سلام دوستای عزیز. الان ساعت 1:45 به وقت تهران هست، که 45 دقیقه صبح و من بهنام سفرپور هستم، همراه با دخترم که دوران جنگ 12 روزه اسرائیل رو تجربه کردیم. روز به روز این تجربیاتمون رو با شما شیر میکنیم. من اگه بخوام شروع کنم از جنگ، از زمانی که آغاز شد، اینجوری تو خاطرم میاد که اون شبی که این اتفاق افتاد و اون حمله برق‌آسای اسرائیل صورت گرفت، شبش نیکا توی یک مهمونی دعوت بود، جشن تولد، و خیلی هم بهش خوش گذشته بود و ما رفتیم دنبالش. بعد همیشه ما ترکیبمون وقتی 3 نفره میشه توی ماشین خیلی میتر کنیم و خیلی اون روز بالا بودیم اون شب. بعد یهویی تصمیم گرفتیم که خب حالا بریم خونه مامان من و خب ما 3 نفرمون حرکت کردیم به سمت خونه مامانمون که توی حوالی رودکی بود و خب اونجا نشستیم، صحبت کردیم، اتفاقاتی که قرار بیفته. یکی از اتفاقاتی بود که خواهرم میخواست یه انتخاباتی داشت برای مدیر گروه رادیولوژی، داشت ترای میکرد اتفاقات رو رصد کنه برای اینکه ببینیم خب چجوری میشه، چه اتفاقی میفته. خب بعد دیگه از صحبتایی که شد خیلی هم جالب بود برای من. خب این موضوع انشایی بود که نیکا انتخاب کرده بود برای امتحان انشا، که خب تایم امتحان نیکا هم همون تایم ها بود که دیگه تمام شده بود و موضوع انشای نیکا رو ما باز اونجا بازگو کردیم. میخوام از خود نیکا بپرسم که چند تا موضوع براش ارائه شد و بگه من که خب چه موضوعی انتخاب کرد و یه قسمت های از انشای خودش که نوشتم برای ما تعریف کنه. نیکا جان گوش میدیم. خب 3 تا موضوع بود، 2 تا شعر و یک در واقع یکیشون این بود که آن سوی پنجره. من خب در واقع اون 2 تا شعر هیچ ایده نداشتم که در واقع درباره‌شون چی بنویسم، به خاطر همین آن سوی پنجره رو انتخاب کردم و دیدم که آن سوی پنجره یاد دشته سرسبز شمال افتادم و گفتم که چه داستانی بهتر از داستان پدر بزرگ شهیدم و گفتم که خب این داستان رو نویسم. منم که داستان رو میدونستم، چون حالا پدرم همیشه همه داستان کودکیش رو برای من تعریف میکرده و نوشتم که روزگاری در جنگ ایران و عراق بود و پسری بود که مشتاق پشت پنجره میشست و منتظر بود که پدرش در رو بزنه و وارد خونه شه. یکی از همون روزها بود که حالا پسر یک کارنامه خیلی خوبم گرفته بود و همون روزی بود که در واقع پدر قرار بود بیاد به خونه و پسر میره همون جای همیشگی پشت پنجره میشینه و به دشت‌های سرسبز شمال نگاه میکنه. در زده میشه و در واقع در رو وا میکنن و اول فکر میکنن پدرشه و میبینن که دوست پدرشه و پدرش نیست و یه خبر بدی متاسفانه بهشون داده میشه که مادر پدرم انقدر حالش بد میشه که کل حیات به هم میریزه و حالا خاکهای باغچه رو به لباسهای گلیش میزده و پسر هم گفتش خب قطعا خبر خوبی نیست و رفت ببینه چه خبره و دوست پدرش گفتش که من یک نامه از طرف پدرت برای تو دارم، اینو بشین بخون. و خب پسرم گفتش باشه و رفت پشت پنجره همون جای همیشگی که همیشه با پدر نشست و در واقع نامه رو باز کرد و روی نامه نوشته بود که پسرم امروز از همیشه دلتنگترم، انگار این آخرین نامه‌ای هستش که به تو می‌نویسم. خیلی تو رو دوست دارم، بعد از من مراقب خواهر و برادر کوچیکتر و مادرت باش. از طرف پدرت فیض‌الله سفرپور. و در واقع خب بعد اون نامه و پسر همینجوری اشک میریخت و به دشت ها نگاه میکرد و بعد اون نامه فهمید که حالا به خاطر فداکاری پدر در واقع پدر شهید شد و خونپاره خورد به خاطر اینکه قرار بود یکی دیگه نگهبانی بده، ولی خب پدر داوطلب میشه که بره نگهبانی بده و همون موقع خونپاره بهشون میخوره و حالا شهید میشن متاسفانه. و من این داستان نوشتم که بعدا حالا پسر هر وقت پشت اون پنجره میشست یاد پدرش میافتاد، یاد فداکاریش میافتاد، ولی ناراحت نمیشد چون میدونست به خاطر وطنش این کارو کرده بود. داستانم این بود.
خیلی عالی. این داستان رو من یادمه که توی مسیر بیمارستانایی که من حرکت میکنم بودم و نیکا من زنگ زد و این داستان رو با همین جذابیت برام تعریف کرد و خب داستان خیلی داستان هم تراژدیک بود، هم برای من یک داستان خیلی عالی بود و از اینکه نیکا داشت رو این داستان کار کرده بود و خیلی قشنگ نگاشته بود. من اصلا نظرم این بود که بعد که حالا این وراها تصدیق بشه این شاعر رو ما بگیریم داشته باشیم و توی خانوادهمون در واقع به عنوان یکی از اسناد خانوادگیمون نگهداری بشه، برای اینکه خیلی خیلی جالب بود و ما نمیدونستیم. اون شب داشتیم در مورد جنگ صحبت میکردیم، در مورد جنگی که ایران با عراق داشت، یه جنگ 8 ساله و اتفاقات خیلی خیلی بدی هم برای ما رخ داد تو اون جنگ و آخر سر به قطعنامه 598 منجر شد. قرار اتفاقی بیفته صبح، همون صبح، یعنی چند ساعت بعدش در واقع. ما ساعت تقریبا 1:30 بود که از خونه مامانم اومدیم طرف خونه خودمون و خب خوابیدیم بعدش و حوالی ساعت به نظرم 8 صبح بود، یعنی ما صدای انفجار رو اصلا نشنیدیم و ساعت 8 صبح بود که من تلفنم زنگ خورد و دیدم مامانم با من تماس گرفت و صحبت کرد که خب یه اتفاقاتی افتاده و مثل این که اکثر فرمانده های اصلی سپاه توی این حملات پهپادی و موشکی اسرائیل کشته شدن.